پدر محمد سعید سعیدوف جوان تاجیکی در آلمان بازداشت شد از این حادثه خبر ندارد. دادستانی تاجیکستان تصدیق کرد جوان 30 ساله که با عضویت در گروه دولت اسلامی متهم می شود ساکن شهرک شراره ناحیه حصار است. او را از طریق اینترپول جستجو می کردند. با گروه پناهندگان سوریگی به آلمان آمده در شهر کلس روی میز ایسته است و از این کشور درخواست پناهندگی کرده است. میگفت که من در سوریه نیستم. وقتی که ما را کارگروه اهمیت میپرسید میگفت که در سوریه وقتی که بعدی وایو زنگ میزد اگر می اومد کلنم اینجا میگفتیم در کدام شهرتون ما نمیدونیم چی خیلیتون در کدام شهری میگن که در سوریه میگفت که نه اتمو در سوریه نیستیم. این دروغای این گپای نمیشیدنیه. انیق نمیگفتن ما در جایم نیستیم لیکن در سوریه نیستیم. انیق که ما در سوریه نیستم. گرمانیا بدن شو نمیگفتن. آخه میگفتن که در گرمانیا. در کدام شهرش بدن؟ شهر ماگدنبورگ کیم کدام شهری هم گرمان داره. چون که نمیگفتن در نمیگفتن نه. در اوتا همین سلام علیک کردیم هم دیگری گاز دستیم همین هم چی خیلی نمیدونم این یارو جوروش زنگ میزدن چی زنگ میزدن که مقصد پدر مادر رو تخشت آورد اهمیت پرسیده است و کرسته اهمیت حالت و جوش گام نمیزد برای چی من نمیدونم من باور کنیم من عقیده چیزی که در کلیو بچه ما و اگه میدونم در فکری همون چیه